همین نباید التماس از ما بسیار استفاده میبریم اینا با ما میخریم اوجه 60 سومونی میخریم آوردیم اینجا ما نه اومدیم کشتن نه ما تنقیص کش شدیم من با برادر باید که گفتنی داره است برای بستن انجین خیلی برای ما سخت‌تر میآید برای اون که نرخ گران داره نرخ ارزانتر برای زنگ و خونه داریم برای همون خاطر ما مراجعت کردنی هستیم که همین انجین را نبندن کارمندان مراجعت‌های ویدیویی و مراجعت‌های صدایی با یوتیوب بروید و مثل این مراجعت‌های زیاد پیدا می‌کنید که مهاجران خودشان ثبت کرده گذاشتند. بستن و باز کردن پیام‌رسان‌های اینترنتی به مثل NGN موضوع صحبت هزاران مهاجر است که در روسیه کار می‌کنند. می‌گویند مقامات یک رشته حیاتی بین آنها و والدانشان را بریدند. 10 minut گپ میزنم در 10 minut ما یا پدرم سازوار پرسی میکنم یا مادرم با یگان ساز نمیرسم همه که پدر جان سوم روی که سومی پیتانی ندارم در پیش دوست دشمن سرخم نشم. کار NGN یک وسیله ارزان گفتگو را مقامات تاجیکستان روز 18 دکبر قطع کردند و سبب‌هایش را چنین شرح دادند. تامین امنیت اطلاعاتی، پیشگیری استفاده شوی خدمت‌رسانی علاقه برقی با مقصد صادر شدن جنایتکاری، جلب شهروندان به تشکیلات‌های تروریستی و اکستریمیستی. منع استفاده NGN مردم به خصوص مهاجران را عصبانی کرد. 2 هفته بعد دادستانی گفت قانونی و یا غیر قانونی بودن قرار منع NGN را تحقیق میکند. بعد از این بعضی از شرکت‌های موبیلی دیگر باره به استفاده NGN اجازه دادند و روز 11 انور دیگر باره بستند. بستن و باز کردن‌های NGN از طرف خدمات علاقه ادامه دارد. از طرف دیگر ناراضگی و اعتراض مشتریان که با نزدیکانشان با قیمت ارزان دیگر گفتگو کرده نمیتوانند.